برای اینکه نشون بدیم ما کنار مردممون هستیم و تا پای جون دوش به دوش اونا میجنگیم و برای اینکه ایرانمون رو پس بگیریم تا لحظه آخر هم صبر نمی‌کنیم. میایم توی خیابونا، میایم به همه جهانیان نشون بدیم که آلترناتیو ما کی هست و خواهان چی هستیم. از پهلوی هموطن، راه نجات وطن، پهلوی هموطن. اینجاییم که صدای بچه هامون باشیم، به خاطر اینکه بیش از 12,000 نفر توی کمتر از 6 روز که اینترنت رو قطع کردن تا بتونن جنایتشون رو عملی کنن کشته شدن. پهلوی برمیگرده، پهلوی برمیگرده.